یک روحانی را در کون بادام به تدریس غیر قانونی علوم مذهبی عیبدار میکنند. میلیسیا گفت در هفته سنجش معاین کرده شد که این مدرس به دست کم یک شاگردش طبق تعلیمات رویه مذهبی در تاجیکستان ممنوع سلفیه سبق میداده است. در اول به ضد ساکن جماعت پولتون توجیبوف نوردین نصیبوویچ برای تعلیم غیر قانونی علوم مذهبی تنها پروتکل ماموری ترتیب داده بودند و به او برای این تنها جریمه تهدید میکرد، ولی اکنون به ضد او بر اساس ماده 307 الوه 3 کودکس جنایتی تاجیکستان با اتهام تشکیل فعالیت سازمان افراطی که فعالیتش در تاجیکستان با قرار دادگاه منع کرده شده است پرونده جنایتی گشودند و به نوردین توجیبوف بر اساس این بند قانون تا 8 سال زندان تهدید میکند. اکبر شریفی سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوق گفت نوردین توجیبوف سال تولدش 1982 در خانه‌اش به یک جوان تعلیم دینی داده او را به رویه مذهبی در تاجیکستان ممنوع سلفیه شامل کرده است. این جوان که میخواست دانش‌های دینیش را مستحکم کند به سبب نداشتن سواد دینی توصیه‌های مدرس را قبول و به آن پیروی کرده است تا دمی که غیر قانونی و نادرست بودن آن برایش معلوم گشت. گفت اکبر شریفی در گزارش نشر شده. خود این جوان در گزارش میگوید ماه دکبر امروی بچه‌ها نشسته بودیم، دو مولا را تعریف کردند که علمشان زور است، با شفق زیاد به نزدشان رفتم. بنا به فرضیه میلیسیا کون بادام نوردین توجیبوف انو سال 2009 به عقیده‌های جریان سلفیه آشنایی پیدا کرده با وجود آن که فعالیت این رویه با قرار دادگاه عالی تاجیکستان از 8 ینور سال 2009 در جمهوری رسما منع کرده شد، فعالیتش را در حیات این رویه افراطی ادامه داده برای افزایش دادن صف طرفداران سلفیه برای ترغیبات کوشش‌ها به خرج داده است. مقامات میگویند هنگام گفتگو از منزل توجیبوف ادبیات دینی یافت شد که مضمون و محتوای افراطی دارند، اما در نوار نشر شده چند کتاب به مثل معرفت رسول الله و صحابگان کرام نشان داده شدند که در چاپخانه‌های رسمی تاجیکستان نشر شده آزادانه فروخته میشوند. خود توجیبوف در گزارش اقرار میکند که کتاب حجه مؤلفش ابن بازار را مطالعه میکرد. اکبر شریفی از او میپرسد که ابن باز یکی از سرکردگان سلفی است. توجیبوف جواب میدهد که همین خیر است. معلوم نیست که این اعتراف از نوردین توجیبوف در چه شرایطی به دست آورده شده است. خود او یا نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند. در سال 2009 در پی اوج گرفتن بحث‌ها و اختلاف مذهبی در جامعه دادگاه عالی تاجیکستان فعالیت جریان سلفیه را رسما منع کرد و سال 2014 این رویه را بر روی خط سیاه سازمان و حرکت‌های افراطی شامل کرد. در پی منع رسمی سلفیه 10 نفر از رهبران و پیروان آن در تاجیکستان بازداشت و محکوم به زندان شدند و قسم دیگر آنها ترک تاجیکستان کرده به کشورهای دیگر پناه بردند.